سبزی یادگار پیشدادیان و کیانیان است و نام پارسیش هم خورشت سبزیه. قیمه هم طبق این کتاب به شاه خورش‌ها معروفه و غذاییه که از دوره ساسانی به جا مونده. آشکارم هر چیزی که به عنوان پارس و آریایی مطرح شده یه سرقت و جهلت داشته های ترکی برای ساخت کلونی جعلی پارسی توسط اشغالگر تا نفاق ایجاد بشه. فعل خوردن، خورد و ریز، اینا چرا نزدیک همن؟ خورد و ریز کردن، خردالاماق، خردا، خرتماق، گرتماق، این آبکیه، غیر داخلش هست. این ولی خوشیه، خرد خورد و خوردن رو ساخته، به خورش رسیده. کیان، کایان، کان، خاقان. ساسان، سانماک، düşünmek. سا مثل سامان، سای، سان، فکر، تفکر، اندیشه. قیمه، قیماق، تکه کردن که قیچی رو هم ساخته. قوورماق، 1400 سال قبل در منبع کتاب داده کورکود خورد و خاش ایلدون کارا با گلدونده خورد و خاش ایلدون. در منابع دیگر